هیچی، واسه خاطر یه دختر شروع شد، تهش هم همون دختر ما رو فروخته بود. توف توی روزگار. خب عادی رفیقت چی شد؟ مگه رفیق فابت نبود؟ چرا رفیق فاهم بود، ولی فردا صبح که از خواب بیدار شدم دیدم نیست. کلا این دست من نمک نداره، واسه خاطرش آدم کشتم، دست رو برادرم بلند کردم، قید خانواده‌مو زدم، الانم که فراری ام. خدا بهت صبر بده. ولی کل محل داستان رو برعکس تعریف کرده بودن. همه ازت بیزار. بی خیال صادق، مردم حرف مفت زیاد میزنن. میگم تو نمیخوای بدونی ما چرا این موقع شب تو رو کشونیم توی قبرستون؟ نمیدونم والا علی آقا، حتما اینجا جا امن‌تریه، کسی منو نمیبینه. ما که هرچی خوردیم از زنده ها بود، این مردا که دارن مردگیشونو میکنن کاری به ما ندارن. نه داداش، آوردمت اینجا که بگم این قبر خواهرته. الان چند وقت که به رحمت خدا رفته، خودکشی کرده. چی داری میگی صادق؟ آروم باش، دورت بگردم. مرگ خواهرت ملیه خیلی مشکوک بود. برو یه سر به خانوادت بزن که نفر بعدی رو از دست نده. جون عزیزتر این کسه، تو رو امام حسین. این آدرس خونه جدید ما رو بده، من برم ببینم چه خبر. من مطمئنم خواهرم چیزیش داشته. من خاکتم داداش. بریم آدرس خونه هم بهت میدم و از همه مهمتر از هادی رفیقتم خبر بده. بریم داداش.